آقا من مهران مدیری هستم، از قرعه کشی برنامه دوره همی دارم تماس میگیرم. سلام آقای مهران. قربان شما، خیلی ممنونم. شما در قرعه کشی ما شرکت کرده بودید. اهل کجا هستین؟ من گنبد کاووس. گنبد کاووس. شغلتون چیه؟ من پیکی موتوری هستم. الهی قربونت برم. خواهید شما شغلاسته. چند سالتونه؟ من 32 سالم. 32 سال. متأهلین؟ بله. بچه هم دارین؟ یه دونه اگه خدا عزیزم. فکر میکنید که چی برنده شدین الان؟ هرچه خدا تقدیر کنه. شما برنده یک دستگاه BMW شدید. من یه نفری نمیتونم اینقدر دست بزنم. خیلی هم خوشحال شدن همه که در واقع این اتومبیل به شما رسید. خیلی ممنون. قربونشون. باهاش چیکار میکنین؟ اگه ایشالله خدا قسمت کنه اولش که برای حج ترشیف میکنم. بعد برای خونه آها، یعنی میفروشینش، از پولش استفاده میکنین.